الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه ششم ما از آموزش کلمه توحید لا اله الا الله می باشد و ان شاء الله در این حلقه به شما الکفر بالطاغوت، کفر به طاغوت بیان کرده می شود. در حقیقت کفر به طاغوت این به رکن اولی کلمه توحید لا معبود بحق الا الله باز می گردد و کفر به طاغوت این رکن لا اله الا الله است. وقتی که نظر به کفر به طاغوت می کنیم و وقتی که می آموزیم که کفر به طاغوت چیست، بعد می فهمیم که امروز چقدر اهل توحید در غربت هستند و در مشقت هستند. سبحان الله، این زمان ما زمانی شده است که موحدین حقیقی همه در عذاب و شکنجه و رنج و غربت هستند و کسانی که در حقیقت به طاغوت کفر می ورزند و در این راه ثابت قدم می ایستند و با حرکتهایشان و با زبانشان و با قلمهایشان کفر بر طاغوت را آشکار می کنند و بیان می نمایند، چقدر انسان ها مخالف این موحدین می شوند. حتی خود مسلمان ها مخالف این موحدین می گردند. سبحان الله، امروز چقدر وطن چیزهای غیر الله پرستیده می شود و چقدر قبر و مقبره های بزرگ شماریده می شود و چقدر قبرهای به بالایش مسجد و مقبره ساخته می شود تا که مردم در اونجا عبادت را به غیر الله انجام بدهند و چقدر مخلوق های ضعیف به غیر الله سبحانه و تعالی دعا کرده می شوند و به سوی اونها زیارت کنندگان قصد می کنند و ذبح و نذر و دیگر عملهای شرکی را به غیر الله به یک مرده ضعیف انجام می دهند و چقدر طاغوت ها امروز در روی این زمین تحکیم غیر شرعی می کنند به قانونهای ساخته خودشان، به فکر و اندیشه خودشان، چگونه ای که خواستند همان گونه حکم می کنند و چقدر انسان ها امروز به اون تشریع و حکم کفری که انجام می دهد ثنا خوانده می شوند و چقدر مشرکان و کافران امروز از جانب مسلمان ها دوست داشته شده است. سبحان الله، ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد الاحد الفرد الصمد. اللهم اجعلنا من اهل التوحيد واجنبنا وذريتنا الشرك الى الابد. بار الها ما را از اهل توحید گردان و ما را و ذریه ما را از شرک تا ابد پاکمان گردان. در حقیقت این درد امت است. پس کفر به طاغوت این
یکی از دو رکن لا اله الا الله است. معنای طاغوت چیست؟ در لغت مشتق از فعولات که به معنای مبالغه می آید، به مانند جبروت یا ملکوت. طاغوت این یک صیغه است که هم به زن و هم به مرد استفاده برده می شود. صیغه مطلق است، هم به زن و هم به مرد یک کلمه طاغوت استفاده برده می شود. طاغوت این کلمه مفرد است که جمعش طواغیت است و این چنین طواغی گفته می شود که جمع طاغیه هست. این چنین بعضی از علما می گویند طاغوت این همچون به جمع هم استفاده برده می شود. البته الله سبحانه و تعالی کلمه طاغوت را در قرآن در چندین جای قرآن ذکر کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. سوره زمر آیه 17. آنانی که اجتناب کردن از طاغوت، تجنب کردن، دوری جستن از طاغوت، از پرستیدن طاغوت. یعنی مؤمنان واقعی کسانی هستند که از طاغوت پرستی اجتناب می کنند، دست می کشند و دور می باشند. پس این بود معنای لغوی طاغوت. اما معنای طاغوت شرعاً یا که اصطلاحاً علما میگن كل ما تجوز به العبد من متبوع او مطاع او معبود. یا که ابن القیم الجوزی رحمه الله امام اهل السنه در کتاب اعلام الموقعین طاغوت را شرعاً تعریف میکنند، معنی داد میکنند و میگویند الطاغوت او الطواغیت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع او مطاع او معبود. یعنی طاغوت همه آن چیزهایی است که بنده حد این چیز را تجاوز کرده است، از حدش گذشته است، خواه از پیروی شدن باشد یا از اطاعت کردن باشد یا در حالت پرستیدن باشد. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او ظاهرة او باطنه، خواه این چیزهای ظاهری باشد یا باطنی باشد یا معنوی باشد. یعنی طاغوت در بعض حالات دیده نمی شود، ظاهری نیست، مادی نیست، بلکه معنوی هست. خیلی که ابن القیم الجوزی تأویل و تحریف را طاغوت نامیده اند. طاغوت نامیده می شود برای چی؟ برای آنکه طغیان کرده است، یعنی زیاده روی کرده است، از حد گذشته است. این را طاغوت میگن. طاغوت یعنی زیاده روی کردن، از حد گذشتن، تجاوز حد کردن. الله سبحانه و تعالی به همین معنا این کلمه را استفاده برده است. به معنای لغویش این لما طغى الماء، سوره حق آیه 11. یعنی ما هنگامی که طغى الماء، آب طغیان کرد. طغیان طغى به معنای طغیان یعنی تجاوز حد کرد. یعنی آب زمانی که زیاد شد و از حد گذشت. محل شاهد اینجاست که کلمه طغى در اینجا به معنای زیاد شد، از حد گذشت ذکر شده است.
بارك الله فيكم. پس ضوابط طاغوت و صفتهای طاغوت چیست؟ ضوابط این کلمه عربی بوده، یعنی ما به زبان تاجیکی به شما میگوییم طاغوت را ما چگونه در بر میگیریم، فهم طاغوت را چگونه در بر میگیریم. ضوابط یعنی در بر گرفتن فهم طاغوت و صفتهای طاغوت. ما میگوییم هر کسی که ادعا بکند صفت از صفتهای الله را، یعنی به خودش صفت از صفتهای الله را بدهد که این صفت خاص الله است سبحانه و تعالی، به مانند عبادت یا الوهیت یا ربوبیت. کسی به خودش عبادت کردن را جایز بگوید، یا که الوهیت یا ربوبیت را، یا که علم غیب را به خودش نسبت بدهد، بگوید که من از علم غیب با خبرم، یا که علم کامل و شامل را به خودش نسبت دهد، یا که کسی تشریع یعنی قانونگذاری و حکم غیر الله را انجام بدهد، یا کسی بگوید که من قدرتی کامل و تام دارم، پره دارم و ضرر رسانیده میتوانم و منفعت رسیده میتوانم و کاملا این صفت ها دلالت میکند که همون چیز طاغوت است. این صفت ها صفت های طاغوت است. یعنی کسی که همین صفت ها را به خودش نسبت میدهد یا ادعا به همین صفت ها میکند، دعوای همین صفت ها را میکند، انمین طاغوت است. یعنی حد را گذشته است، حد را تجاوز کرده است. نباید این سخنها را به خودش نسبت داد. از رخت کشیده الله گذشت، نباید از این رخت میگذشت. پس این ضوابط طاغوت است. با همین ما طاغوت را جمع کرده میتوانیم و شناخته کاملا میتوانیم که چی معنی دارد و چگونه هست. پس همه کفر و همه کافر را در همه وقت طاغوت گفته نمی شود. امروز در بعض حالت برادران را مشاهده میکنیم که بسیار چیز را یا همه چیز را، همه نمود کافر یا همه نمود کفر را طاغوت میگویند و طاغوت مینامند. این درست نیست. همه کفر و همه کافر طاغوت نیست. پس طاغوت همان است که از حد گذشته باشد، زیاده روی کند و از حد بگذرد. یعنی در کفر و در ظلم، در کفر کردن و در ظلم کردن و در طغیان کردن و جبر و ظلم در بالای مردم کردن زیاده روی بکند، از حد بگذرد، انا این را طاغوت گفته می شود. یعنی یک کافر عادی یا یک کفر عادی را ما طاغوت نمیگوییم، بلکه کفر و ظلم و جبری که و طغیانی که به نهایت از حد گذشته است، این را طاغوت میگویند. بارک الله فیکم. پس طاغوت به خودش قسم ها دارد و طاغوت نمودها دارد و نوعها دارد و طاغوت به طاغوت اساسی و به طاغوت عادی تقسیم می شود. خیلی که علمای اسلام ذکر کردند، به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله، ابن القیم الجوزی یا شیخ مجدد الدین شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب های عقیده این نمودها را ذکر کردند. اولا قسم های طاغوت 3 قسم دارد، یا که طاغوت به 3 قسم تقسیم می شود. خیلی که در تعریف، در معنی داد شرعی کردن به شما بیان کردیم. طاغوت در اتباع، قسم اول طاغوت در اتباع، یعنی طاغوت در پیروی کردن و اتباع شدن.
و قسم دوم طاغوت در عبادت، طاغوت عبادت، طاغوت اتباع نمود اول، طاغوت عبادت نمود دوم، طاغوت الطاعه، طاغوت الطاعه نمود سوم. یعنی ما سه قسم طاغوت داریم: طاغوت اتباع، طاغوت عبادت و طاغوت طاعت. باید انسان داند و حفظ بکند که بناگاه به یکی از این قسم ها وارد نگردد: طاغوت اتباع و پیروی کردن، طاغوت عبادت کردن و طاغوت اطاعت کردن. وقتی که از همین سه نوع در پیروی کردن چیزی یا کسی، یا در عبادت کردن چیزی یا کسی، یا در عبادت یا که در اطاعت کردن چیزی و یا کسی انسان غلو میکند، افراط میکند، تجاوز حد میکند، از حد و رخت کشیده شریعت بیرون میشود، زیاده روی میکند، انا این همون چیز طاغوت شده است. در کدام چیزی که نرود همون چیز به این انسان طاغوت شده است. به مانند اینکه بعضی انسان ها در کافتکاوی پول و مال تجاوز حد کردند، از رخت کشیده شریعت برآمدند. شریعت یک برنامه معین و یک راه معینی را برای کافتکاب و به دست آوردن رزق گذاشته است که از حرام دور است، نباید دزدی کرده شود، نباید پرسنت ربا گرفته شود و نباید رشوه داده شود، نباید مال مردم ناحق خورده شود و تجارت هایی که ربوی هست حرام کرده است و چیزهایی که حرام است خرید و فروش اونها را حرام کرده است، پول اونها را حرام کرده است. اما یک کسی بیاید به خاطر پول و مال تمام محرمات را انجام بدهد، فرق ندارد به اون ربا هست یا نیست، چیزی حرام است یا که دیگر تجارت های منع شده و حرام شده است، همه این را انجام میدهد به خاطر رسیدن به مبلغ و به مال دنیا. در اینجا علما میگویند پس به این انسان مال دنیا طاغوت گشته است. طاغوتش مال است، طاغوتش دنیا هست، چرا که به خاطر به دنیا رسیدن تمامی حد را تجاوز کرده است و گذشته است، به وی فرق حلال و حرام باقی نمانده است. اینچنین همه چیز را شما میتوانید قیاس به همین بکنید. به بعضی انسان ها طاغوتشان شکم شده است، این هم میگیم دنیا، به خاطر پول دنیا به همه حرام ها دست میزنند و از اطاعت الله سر میکشند. و بعضی انسان ها به سبب اطاعت کردن غیر رسول و غیر الله سبحانه و تعالی، اطاعت کردن به حاکم، به رئیس، به کسی چنان اطاعت کرده اند که دین الله را فراموش کرده اند. اطاعت غیر الله و غیر رسول الله را، اطاعت یک انسان عادی را افضل از تمام اطاعت ها می دانند. همون اطاعت کنندهشان به بالای این انسان طاغوت شده است. پس هر یک چیزی که بجز الله یا به غیر الله پرستیده شود، همان چیز بارک الله فیکم طاغوت است و طاغوت گفته می شود. و همه آن چیزی که اطاعت کرده شود بجز الله سبحانه و تعالی اطاعت کرده شود و همه آن چیزی که به غیر الله اطاعت کرده شود بجز الله همون چیز اطاعت کرده شود، این هم طاغوت نامیده می شود. و همه آن چیزی که پیروی کرده شود و متابعت کرده شود بجز الله سبحانه و تعالی، این طاغوت است. چگونه که این مسئله را شیخ العلامه ابن القیم رحمه الله در کتاب به نهایت مفید و فایده بخش و بزرگ به طالب العلم در کتاب اعلام الموقعین ذکر کردند. پس برادران را خصوصا طالب علمان را نصیحت میکنیم که این کتاب را مطالعه نمایند. کتاب اصولی و علمی و برای طالب علم و علما نوشته شده است. و در همین جا خیلی که بیان کردیم،
این سخن را ذکر میکنند و طاغوت را میگویند کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع ظاهرة او باطنه. بارك الله فيكم. پس به این تعریف شیخ ابن القیم الجوزی کرده که هر یک چیزی که حدش تجاوز کرده می شود و گذشته می شود از معبود یا از مطبوع یا از مطاع، از این تعریف شیخ کرده ما می فهمیم که در حقیقت طاغوت به 3 قسم تقسیم می شود. یعنی طاغوت 3 قسم دارد: طاغوت در پیروی کردن، طاغوت الاتباع و طاغوت در طاعت، طاغوت الطاعه و طاغوت در عبادت، طاغوت العباده گفته می شود. اولا چه گفتیم؟ المعبود. الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است که در عبادت طاغوت یا از عبادت طاغوت دست کشیم. در سوره زمر آیه 17 چه که بیان کردیم، الله میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. مؤمنان کسانی هستند که اجتناب از عبادت کردن طاغوت میکنند. یعنی مؤمنان کسانی هستند که طاغوت را نمی پرستند، دست کشیدند، از طاغوت دور شدند و به طاغوت کفر ورزیدند. و اما غیر مؤمنین، کافرین و منافقین در حقیقت طاغوت را می پرستند. و عبد الطاغوت، چیزی که الله ذکر کرده است، عبادت کننده های طاغوت. در حقیقت وجود دارد انسان هایی که طاغوت را عبادت میکنند. چیزی که این آیت در سوره مائده آیه 60 آمده است: عبد الطاغوت، عبادت کننده های طاغوت، پرستندگان طاغوت. دوم نودش متبوع هست که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 257 میگه والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. آنانی که کافر شده اند و کفر ورزیدند، یعنی آنانی که به الله کفر ورزیدند، به رسول الله کفر ورزیدند، به این دین اسلام کفر ورزیدند، اولیاءشان، دوستانشان این طاغوت است، یعنی پیروی از طاغوت کردند. این دومین قسمی طاغوت هم ذکر شده است در قرآن. متبوع یعنی قسمی طاغوت پیروی، طاغوت اتباع. الله میگه کافران آنانی هستند که پیروی میکنند از طاغوت، از طاغوتشان. میتواند باشد که این طاغوت یک کافری که رئیس اونها است و اونها را مجبور میکند، یا یک کافری که به اون پیروی میکند، یک چیزی دیگر از بود، صنم یا غیره. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 76 صفت کافران را بیان کرده است و میگوید یقاتلون فی سبیل الطاغوت. کافران کسانی هستند که در راه طاغوت به خاطر طاغوت می جنگند. سبحان الله. در حقیقت این آیت الله سبحانه و تعالی، این سخن الله و این کلام الله را ما امروز به چشم خود می بینیم که چقدر کافران به خاطر طاغوتشان می جنگند و صدها، هزارها، میلیونها نفر کافران جان خود را در راه طاغوت می سپارند. و این آیت هم دلالت می کند که طاغوت اتباع وجود دارد و کافران کافریشان از همین سبب است. اکثر کافران و طاغوت پرستند البته. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره نساء 51 ذکر می کند یؤمنون بالجبت و الطاغوت. غیر مؤمنین اینها همان کسانی هستند که ایمان به جبت و طاغوت می آورند. ببینید در اینجا هم به معنای پیروی آمده ایستاده است. یعنی کافران پیروی از طاغوت می کنند، پیروی از
سحر و جادوگران میکنند. اما مؤمنین برخلاف اینها هستند. مؤمنین بر الله و بر رسولش و به حق ایمان می آورند و اطاعت میکنند. بارک الله فیکم. قسم سومی طاغوت المطاع والمتحاكم، یعنی اطاعت کننده یا که طلب حکم کننده به سوی وی متحکم الیه. الله سبحانه و تعالی در سوره نسوة 60 میگه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. بسیار مردم میخواهند که تحاکمشان، قضاوتشان در نزد طاغوت یا به سوی طاغوت گردانیده شد. میخواهند که در نزد طاغوت یا به سوی طاغوت برای حل و فصل کردن مشکلاتشان بروند. یعنی میخواهند که مشکلی اونها را طاغوت ها قضاوت بکنند، سودیه شوند. امروز افسوس که زبان تاجیکی را وقتی که مدنی تاجیکی صحبت میکنیم کمی از مردم نمیفهمند. برای همین میگیم سودیه. یعنی بعضی از مردم میخواهند که سودیه کننده اونها طاغوت ها باشند، یعنی غیر الله، به حکم غیر الله میخواهند که حکم بکنند، تحاکم بکنند، در حالتی که الله میگه که امر کرده بودیم که به طاغوت کفر ورزند. در اینجا علما میگن کفر اراده و کفر النیت والقصد، کفر النیه والاراده والقصد. این کفر اراده و نیت والقصد است. پس بارک الله فیکم. به همین به شما بیان گشت که طاغوت سه قسم است: طاغوت العباده، طاغوت الطاعه و طاغوت الاتباع. بارک الله فیکم. اما اساس طاغوت ها، سری طاغوت ها، بزرگترین نمود طاغوت ها کدام نمود است؟ سلیمان ابن سحمان، یکی از بزرگترین علمای اهل سنت در عصر گذشته و استاد شیخ سلیمان ابن حمدان می باشند. سلیمان ابن سحمان می گویند که طاغوت حکم و طاغوت عباده و طاغوت طاعت و متابعه. طاغوت این حکم است، طاغوت این عبادت است و طاغوت طاعت است و پیروی است. به همین سخنشان میگند یعنی بزرگترین نمودهای طاغوت، طاغوت حکم. طاغوت حکم یعنی به غیر حکم الله حکم کردن. امروزه دولت های دموکرات یا غیر همون دولت هایی که غیر حکم الله و حکم رسول الله را حکم میکنند، به غیر حکم الله و به غیر حکم رسول الله حکم میکنند. خود دموکراتی است، کمونیستی هست، چیزی نباشد. این همه حکم کننده ها و این همه حکم ها طاغوت است. طاغوت عبادت و مانند قبر پرستان و غیر الله پرستان و وثن و صنم پرستان، و طاغوت طاعت، طاعت کنندگان و پیروی کنندگان از غیر الله و از غیر دینش و از غیر رسولش. اینها میگن بزرگترین نمود طاغوت است. سلیمان بن سحمان سخن را و این چنین شیخ الاسلام امام الدعوه محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگویند که رؤوسی طاغوت 5 تاست، یعنی اساس طاغوت های بزرگ 5 نمود است. طاغوت به نهایت زیاد است. خود شیخ میگند الطواغیت کثیر. برادرانم و خواهران بزرگوارم بارک الله فیکم، طاغوت به نهایت زیاد است. وقتی که انسان معنای طاغوت را میفهمد، بعد درک میکند که همه چیز میتواند که طاغوت باشد. حتی تلفنی که در دست دارید میتواند که طاغوت باشد. وقتی که تلفن شما را از نماز میدارد، این واتساپ و این دیگر برنامه ها میتواند که طاغوت باشد. یعنی طاغوت به نهایت زیاد است، حد حدود ندارد. انسان جمع کردنش مشکل است.
اما از همه طاغوت سختترین و بدترین و بزرگترین که سری طاغوت است، دیگر طاغوت ها به همین طاغوت ها زیر همین طاغوت ها می‌دارد 5 تاست. بزرگترین طاغوت ها سری دیگر طاغوت ها 5 تاست. یکمینش میگن الشیطان لعنه الله. اولین طاغوت، بزرگترین طاغوت در این عالم این شیطان است. شیطانی مطرود شده، رانده شده، لعنت کرده شده، سنگسار کرده شده از درگاه الله سبحانه و تعالی. شیطانی که دشمن آشکاری من و شما است. الله میگه این شیطان لکم عدو مبین، دشمنی به نهایت سخت است و قسم خورده است که تمام انسان ها را گمراه و کافر می‌سازد. فبعزتك لأغوینهم اجمعین، ای الله به عزتت قسم میخورم که تمام بندگانت را از راه بیراه میکنم. و این سخن را شیطان گفته است، خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده است. و همین شیطان قسم خورده است که میگوید ای الله قسم میخورم که بندگانت را امر میکنم تا که خلق را، نمود را دیگر بکنند، یعنی شکل ساخته تو را تغییر بدهند. و این شیطان در درون ما، در خون ما میگردد. خیلی که پیامبر میگن نه شیطان یجری مجرا دم، حدیثی است. شیطان در درون انسان در خون میگردد. اما با وجود این الله سبحانه و تعالی به ما قوت داده است که ما بتوانیم خود را دست بگیریم، به دست بگیریم و از شیطان دور بگیریم. و بهترین کوتاهترین کلمه که ما را از شیطان دور میکند این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است. پس شیطان این طاغوت است. چرا شیطان طاغوت است؟ چرا که رأس کفر، سرشوی کفر و تمام کفر از همین شیطان است. و همین شیطان است که بنده را به کفر میبرد و کفر را به بنده زینت میدهد. و همین شیطان است که بت پرستی و سنگ پرستی و وثن پرستی و قبر پرستی را در بین امت اسلام زنده می کند. البته به واسطه منافقین و به واسطه لشکران خودش، شیطان های انسان، یعنی انسان صفت، شاگردان شیطان از انسان ها. پس الله لعنت کند شیطان را. اساس طاغوت، بزرگترین طاغوت، رأس طاغوت، سر طاغوت این شیطان است. و دوم شیخ میگن و من عبیده و هو راد. دومین بزرگترین طاغوت این کسی است که عبادت کرده شود و او راضی باشد. سبحان الله، چی کسی راضی می شود که عبادت کرده شود؟ کدام بدبخت می تواند راضی باشد در حالتی که دیگر انسان ها او را پرستند؟ اما با وجود این امروز ما می بینیم که بعضی از انسان ها راضی هست که او پرستیده شود. مرحمت نظر بکنید به مذهب غلات رافضه و به مذهب غلات صوفی و باطنی که در اونها قسمی از انسان‌های وجود دارند که مردم اونها را میپرستند و اونها راضی هستند. در صوفی و رافضه یک نمود انسان‌های هست گویا که اونها شیخ دین هستند، بزرگترین انسان در دین هستند. دیگر انسان‌های عادی این شیخشون را میروند سجده میکنند، از اون دعا میگویند، دعا میطلبند، اون را به خودشان بین خود الله وسیله میگیرند، به همون انسان توکل میکنند، از همون انسان میترسند، به همون انسان، به نام همون انسان نظر میکنند. سبحان الله. و همون انسان به این عبادت مردم راضی است. انمون هم طاغوت است. این چنین انسان ها و این چنین شیخ ها، اینها شیطانند، شاگردان بزرگ شیطان در روی این عالم. و انمین ها رأس و اساس و از همه بزرگترین طاغوت بعد از شیطانند. اینها انسانی که شاگرد بزرگترین شیطان است، شیطان انسی. الله المستعان. و سومین نمودش میگن که از بزرگترین طاغوت است
و من دعا الناس بعبادت نفسه، یعنی هر انسانی که مردم را برای عبادت نفسش دعوت نماید، یعنی یک مرد مردم را دعوت بکند و بگوید که مرا پرستید، به من عبادت بکنید، این چنین انسان هم اعوذ بالله من ذلك وجود دارد. امروز سبحان الله این چنین انسان هم وجود دارد. صوفی ها، در صوفی های غلات این چنین انسان ها وجود دارد و این چنین در رافضه اثنا عشری یا که در فرقه دیگرش اسماعیلی این چنین انسان ها وجود دارد که مردم را به عبادت کردن نفسشون دعوت میکنند و البته این چنین انسان ها در رافضه و غلات صوفی مشاهده کرده میشد. و من دعا الناس بعبادت نفسه و من يحكم بغیر ما انزل الله. چهارمین سختترین طاغوت و چهارمین بزرگترین طاغوت این کسی است که بغیر حکم الله حکم نماید. بارک الله فیکم. و البته امروز شما در همه جای دنیا این چنین حالت را میبینید. سبحان الله امروز زمین هایی که در زیر خلافت عثمانی بود و حکم قرآن و سنت در آنجا جاری بود تبدیل شده است به دارالکفر و در آنجا حکم غیر الله و حکم غیر رسولش تطبیق می شود. البته در مسئله دارالکفر و دارالاسلام در حلقه آینده به شما مفصلا بیان میکنیم که کدام زمین دارالکفر است و کدام زمین دارالاسلام است، اما میگوییم زمینی که در اونجا تطبیق شریعت است، تطبیق قرآن و سنت است، این دارالاسلام است و زمینی که در اونجا تطبیق شریعت نیست، تطبیق غیر شرعی هست، حکم غیر الله و رسولش است، این دارالکفر است، گرچند که مسلمان ها زیاد میکنند. یعنی دارالاسلام بودن اعتبار به اذان و اعتبار به مسجد نیست، اعتبار به حکم الله و رسولش است. علما میگویند یک زمین، یک منطقه همه اش اهل کتاب باشد، یهود و یا نصارا، لیکن در اینجا حکم الله و رسول باشد. مقصد یهود و نصارا اگر جزیه بدهند اینجا دارالاسلام است. اما یک منطقه همه مسلمان ها زندگی بکنند اما کافرها در حکومت بنشینند و حکم غیر الله کرده شود، اینجا دارالکفر است. پس بارک الله فیکم. حکم کردن به غیر حکم الله امروز وجود دارد. میگن حزب کمونیستی یا که ملحدی یا که دموکراتی یا که خلقی یا که مردمی چیزی نباشد، مقصد این است که یعنی این گروه و این جماعت به خودش قانون دارد، سرقانون دارد که با همان چی میکند؟ تطبیق حکمداری، حکم را میدارد و به گناه ها و به جنایت ها جزا میدهد که البته این بزرگترین طاغوت است و این کفر است. البته در این مسئله در قسم شرک به شما بیان میکنم، شرک الحکم ان شاء الله مفصلا بیان کرده میشه، اما باید شما دانید که این چگونه کفر است. پس پنجمین نمود بزرگترین کفر طاغوت این ادعای علم الغیب. و من یدعی علم الغیب، هر کسی که ادعای علم غیب بکند، به مانند ساحران و جادوگران و فالبینان که امروز نامهای خبیث خود را تغییر داده اند و طبیب گشتند. طبیبانی که جاهلند و غیر از غیبگویی و دروغگویی به دیگر چیز مشغول نیستند و مال مردم را باطلانه میخورند. و البته سحر و جادو کفر است و ساحران و جادوگران کافرند. ساحر و جادوگر و فالبین که ادعای علم غیب میکند کافرند و به نزد اونها کسی که میرود و به سخن اونها گوش میدهد 40 روزه نمازش قبول نخواهد شد، اما باید نمازش را بخواند
و هر کسی که به نزد ساحر و جادوگر و فالبین می رود و سخنش را تصدیق میکند کافر می شود با آن چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است. من تعرف او کاهنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. و اما کسی که برای دعوت اونها، برای رد زدن اونها، برای بیان حق به اونها و برای امر معروف و نهی از منکر می رود، البته این وظیفه طالب العلم است که جایز است. بارک الله فیکم. پس پنجمین و بزرگترین طاغوت کفر که تجاوز حد کرده است، حد را گذشته است و کفر را و ظلم و جبر را در حق مردم، در حق خودش و کفر را در حق دین و اسلام انجام داده است، این کسی است که دعوای علم غیب بکند. چرا که لا یعلم الغیب الا الله، غیب را بجز الله کسی نمیتواند که بگوید و بداند. و آیه های زیاد وجود دارد. حتی الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و آله امر میکند و میگوید در اول آیه قل، و در دوام آیه میگه که لا اعلم الغیب، ای محمد بگو که من غیب را نمیدانم. پیامبر صلی الله علیه و آله غیب را نمیدانستند، مطلقاً غیب را نمیدانستند. همان وقت میدانستند که الله سبحانه و تعالی به پیامبر غیب را خبر بدهد. یعنی پیامبر کی خواستند غیب را نمیتوانستند که بگویند. چرا که در آیه آمده است که الله سبحانه و تعالی به پیامبر میگوید که بگو ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ای مردم، اگر من غیب را میدانستم به من هیچ ضرری نمی رسید و همیشه من به خیر زندگی میکردم. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ احد شکست خوردند، دندون شهادتشان، دندانشان شکست و مریض می شدند و حتی سحر شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه اینها را پیش از این واقعه نفهمیده بودند و این دلیل میکرد که پیامبر صلی الله علیه و غیب را مطلقاً نمیدانستند و این عقیده اهل سنت و الجماعت است. پس چی برسد به غیر رسول الله، چی برسد به دیگر انسان ها که الله سبحانه و تعالی غیر از رسولش و نبیش به دیگر انسان ها هیچ راضی نشده است که از غیبش بدهد. در آیه میگه الا من ارتضى من رسوله، الله فقط از رسولان، از کسی که از رسولان خواسته باشد به اونها جزء از غیب را داده است. یعنی در حالتهای ضروری میداد، نه مطلق. اما به غیر رسولان و انبیا الله سبحانه و تعالی به انسانهای عادی هیچ غیبی را نداده است. و امروز هر کسی که دعوای علم غیب بکند این کافر شده است و این طاغوت است و تجاوز حد کرده است و این باید توبه کند و از این راه گردد، وگرنه حکمش حکم قتل است و البته قتلش در دست امام مسلمان ها است. اگر دولت مسلمانی باشد این انسان را به قتل میرساند. پس بارک الله فیکم. این است نمودهای بزرگترین طاغوت. پس این چنین صورتها و نمودها هست. طاغوت صورتها و نمودها دارد. نمودهای طاغوت ها یعنی صورتها و نمودهای طاغوت ها چیست؟ تعصب در یک مذهب یا روش کردن. بعضی انسان ها چنان تعصب و تقلید به مذهب میکنند که نص یعنی سخن آشکار الله و رسول الله را رد می نمایند. بارک الله فیکم. انا من تعصب و انا من تقلید صورت از صورتهای طاغوت است. بعضی انسان ها هستند وقتی که آیت آمد، حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، حدیث صحیح آمد، حدیث 100% صحیح آمد، آیت را، حدیث را ترک می کند و سخن شیخش را، ایشانش را، استادش را می گیرد و تعصب می کند. البته در این حالت تعصبش و تقلیدش انمین نمودی طاغوت است. یعنی شیخش را طاغوت گرفته است.
امت اسلام باید سخن الله و رسول الله را از همه چیز پیش بگیرند. برادرانم و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، به من و شما واجب است که سخن رسول الله از همه تمام سخنها مقدم باشد. وقتی که حدیث صحیح به شما رسید، تمام سخنها را یک طرف گذارید. فرقی ندارد که اون سخن امام است یا ایشان است، چرا که سخن رسول الله این واجب الاتباع است، واجب است که ما پیروی بکنیم. پس این نمودی یکی از نمودهای صورتهای طاغوت بود. یا که امروز محاکمه های قانونی، سودهای قانونی و تشریحات و قانونگذاری کفری یا قبیله، این چنین قانونهایی که وجود دارد، این هم نمودی از نمودهای طاغوت است. و این چنین وطنیه، بعض شعارهای وطنی یا که قومگرایی، وطنگرایی، همه اینها نمودهای طاغوت است. بعضی انسان ها وطن را طاغوت گرفتند، بعضی انسان ها قومگرایی را طاغوت گرفتند، ملتگرایی. پس به خاطر وطن و به خاطر ملت و قوم ولا و برا و دوستی و دشمنی میکن، همه این نمودی طاغوت است و پیدایش طاغوت است. بارک الله فیکم. با همین صحبت خود را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده باقی مانده از مسائلی که تعلق به طاغوت دارد ان شاء الله به شما ذکر کرده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.